دوستان سلام. امروز میخوایم در مورد این سنگ صحبت کنیم. عقیق یمنی یکی از شناخته ترین و ارزشمندترین انواع عقیق در جهان. به این دلیل که در میان علاقه‌مندان به سنگ‌های قیمتی جایگاه ویژه‌ای داره و نوعی از سنگ عقیقه که منشأ آن کشور یمنه، به ویژه منطقه سعده و اطراف صنعا. این سنگ از خانواده کوارتز و سیریس محسوب میشه. ویژگی‌های خاصش مواردی از این جمله هستند مثل کیفیت تراکم بالا و ساختار فشرده، در برابر سایش مقاومتر از بسیاری از عقیق‌های دیگه است. رنگ طبیعیش هم پایداره و با گذر زمان تغییر نمی‌کنه. از گذشته‌های دور این سنگ رو نمادی از نیروهای آسمانی، قدرت، ایمان و حفاظت می‌دونستند. ممنون که با یک لایک و کامنت زیبا از ما حمایت می‌کنید. برای اطلاعات بیشتر در مورد سنگ‌ها کانال ما رو سابسکرایب کنید تا ویدیوی بعدی رو از دست ندید.